مکان خداوند در کجاست؟ خدای ما مکان ندارد، در همه مکان خدای ما وجود دارد. و برای کسانی که میگن که خدا مکان ندارد یعنی خدا در همه جاست، اینها عقیده کارل مارکس است، عقیده صوفیسم است، عقیده شیعیسم است، عقیده یهودی است که اینها چیکار میکنن؟ یعنی اینا حلولی هستند، اینا وحدت الوجود هستند، بین خالق و مخلوق جدا نمیکنن، میگن هر مخلوق بین خدا هیچگاه را قبول نداریم که خداوند در عرش قرارگیری کلی. سوال بعدی جناب شه، آیا خداوند بالای عرش است یا هر کجا هست؟ این از کتاب و سنت برای ما بیان نمایید. نمره 25 صفحه 288 کتاب احناف گفته ابو حنیفه رحمت الله علیه را برای شما بخوانم. ما کتاب‌های زیادی داریم بحمدالله. این کتاب‌های علماء محدثین علامه ذهبی از قرآن و حدیث و این کتاب احناف که الان از این بیزار و روگردان شدند و علامه طحاوی رحمت الله علیه میگوید کلام السلف فی اثبات صفت العلو کثیر جدا. این عبارت را به تمام مفتی های بلوچستان برسانید که منکر این هستند. و کلام السلف فی اثبات صفت العلو کثیر جدا. کلام گفتگوهای علماء سلف صالحین ما در ثبوت صفت بلندی الله تبارک و تعالی بسیار بسیار. فمنه یکی از اون دلیل ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل أنصاري في كتاب الفاروق بسند إلى مطيع البلخي. مطيع بلخي شاگرد ابو حنیفه رحمت الله علیه تا اونجا سند را برده. مطيع بلخي سأل أنه سأل أبا حنيفة رحمت الله عليه أمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. اگر کسی گفت من نمیدانم الله بالا یا در زمینم، فقال قد کفر. مکان خداوند در کجاست؟ خدای ما مکان ندارد، در همه مکان خدای ما وجود دارد. ابو حنیفه گفت این شخص کافر هست. دلیل ابو حنیفه لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى. الله رحمان بالای عرش است. سوره طه آیه 5. هیچگاهی را قبول نداریم که خداوند در عرش قرارگیری کلی. و عرشو فوق سبع سماواته. عرش باری تعالی بالای 7 آسمان هست. پس هر کسی که منکر فوقیت باری تعالی بر عرش باشد یا منکر نشود و توقف بکند، بگو من نمیدانم کجا هست، به گفته ابو حنیفه رحمت الله علیه این شخص کافر می شود. بعد دوباره مطیع بلخی سوال می کنند که خب جناب استاد من قبول دارم که این بالای عرش است، الا عرش را نمیدانم، عرش کجایم؟ لا ادری العرش فی السماء فی الارض. قال هو کافر. میگو من نمیدانم عرش کجایم، میگه این مردم هم کافر است. این کتاب عقیدت شرح عقیدت طحاوی رحمت الله علیه، متنم حنفی، شارح حنفی، مفتی ابو حنیفه رحمت الله علیه است. الان از تمام بلوچستان بری بپرسید این را قبول ندار الا ماشاءالله. عقیده اینها برخلاف ابو حنیفه رحمت الله است. فقهشان فقه معتزلیه. لذا ما تمام مسلمان ها یقین و ایمان داریم که ما الله تبارک تعالی بلا کیفیت مفوض الی الله است. ذات باری تعالی بالای عرش است. علم، بصارت، رحمت در کل دنیا هست، در همه جا است. اما ذات باری تعالی بالای عرش بلا کیف، همان طوری که مناسب ذات باری تعالی هست. این است عقیده اهل سنت. هیچگاهی را قبول نداریم که خداوند در عرش قرارگیری کلی. برای بعضی مولای تاجیکی فرعون میدانست که خدای موسی در بالای، مولای تاجیک نمیدونه خدا در بالا بوده. فأوقد لي يا هامان على الطين
فاجعل لي صرحا لعلی اطلع الى اله موسی. ای هامان بیا اینجا برای من یک کاخی بنا کن. این موسی که میگه خدای من تو آسمون هست، این موسی که میگه خدای من تو آسمون هست، من ببینم، میخوام برم بالای کاخ خودم و خدای موسی رو بکشم، با او بجنگم. لعلی اطلع الى اله موسی و اینی لاظنه کاذبا. هیچگاه این قبول نداریم که خداوند در عرش قرارگیری خدایی. ثم استوى على العرش، سپس خدا بر عرش مستوی شد. قبلا خدمت شما عرض کردم که این از آیات متشابهات است، چون که بر عرش نشستن ترجمهش معلوم است، بر عرش بر تخت نشست، اما چطور نشست کیفیت را الله میداند. به قول امام مالک رحمه الله الاستواء معلوم، استوا ما میدونیم یعنی چه، والکیفیت مجهول، به چه صورت خدا نشسته مجهول است. والایمان به واجب، ایمان واجب است. قرآن میگه چند جا گفته این جمله را. والسؤال عنه بدعت، سؤال هم بدعت است، چون غیر از خدا هیچ که نمیدوند. کسی از اسرار و رموز اون عالم خبر ندارد. پس ثم استوى على العرش، هیچگاه این قبول ما نداریم که خداوند در عرش قرار گرفت یا نشست. یعنی نشستن در عرش یگان مذهب، نه حنفی، نه مالکی، نه شافعی، نه حنبلی، هیچ کدام اینها قرار گرفتن خداوند در عرش قبول ندارد. تمام علماء محدثین، تمام جماعت اهل سنت الله را بلا کیف کما یلیق بشأنه تعالی بالای عرش می‌دارند. هیچگاه این قبول ما نداریم که خداوند در عرش قرار گرفت یا نشست. یعنی نشستن در عرش یگان مذهب، نه حنفی، نه مالکی، نه شافعی، نه حنبلی، هیچ کدام اینها قرار گرفتن خداوند در عرش قبول ندارد. می‌فرمایند در وقت سحر که میشه خداوند از بالای عرشش میاد آسمان دنیا و صدا میزنه هل من مستغفرن، هل من سائلن، سه تا صدا میزنه، هل من مستغفرن، هل من داعن. آیا سوال کننده ای هست که این نصف شب من حاجتشو برآورده بکنم، خواستش رو اجابت بکنم؟ آیا توبه کننده ای هست که من قلم عفو بر گناهانش بکشم؟ آیا استغفار کننده ای هست که پی برده به اشتباهش من اشتباهاشو نادیده بگیرم و مغفرتم شامل حالش کنم؟ صدا میزنه. هیچگاه این قبول ما نداریم که خداوند در عرش قرارگیری خدایی. May peace and mercy of God be upon you all. My name is Saravana Kumar. See, Quran says God exists everywhere, and others also saying God exists everywhere and within everything. And somebody says within ourselves also God is there. The brother asked a very good question. Peace be on you too, brother. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace, mercy and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be on you, brother. The brother asked a very good question, that even in the Quran it is mentioned that God exists everywhere. The Muslims believe God exists everywhere. Even the Hindus believe God exists everywhere. Brother, nowhere in the Quran is it mentioned that God exists everywhere. Nowhere in the Quran is it mentioned God exists everywhere. I am aware there is a misconception amongst many Muslims who assume God exists everywhere. Nowhere does the Quran say they exist everywhere. What the Quran says, Allah's power exists everywhere. Allah has the power. The verse of the Quran, wherever you turn your face, you will see the wajh of Allah subhanahu wa ta'ala. The face means the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is capable of controlling anything and everything. But the statement He exists everywhere is not mentioned anywhere in the Quran, neither in any hadith. I am aware that there are certain Muslims out of misconception, they believe that. This is nowhere mentioned, but His power exists. Power exists everywhere. Where does God exist? The Quran says, Allah is on the arsh. There's a hadith where a lady approached and the Prophet asked her, where is God? She said, point on top. God said she has iman, she has faith. So God exists on the arsh, on the throne. The throne exists on the water.
He's up in the heavens. So but naturally, he's not in the human being. Yes, he can control. Allah says he's closer to you than your jugular vein. That means he is aware of everything. His power is there. That doesn't mean God himself has come into the jugular vein. That doesn't mean that. It means that Allah has power. He's close to you. That means he loves you. He knows you. He knows everything. He has power over everything. Not even a leaf can fall without the permission of Allah subhanahu wa ta'ala.